الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم و علی آله و صحبه اجمعین. درس هشتم. دوستان عزیز، در درس هشتم ما و شما اسم السلام الله سبحانه و تعالی را میخوانیم. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام در لغت چی معنا میده؟ در لغت السلام به معنای سلامتی هست، به معنای براعت و بیزاری هست یا خلاصی هست یا عاری بودن از عیبها. به معنای عافیت هم استعمال شده و به معنای اعلان و صلح و آشتی هم اعلان شده و به معنای تحیت و احوال پرسی هم استعمال شده. این معنای لغوی کلمه سلام هست و میایم در معنای شناخت اسم السلام الله را ما چه قسم بشناسیم؟ در اسماء الله، در اسماء و صفات، یعنی الله سبحانه و تعالی یکی از نامهایش السلام است. السلام من اسماء الله الحسنى. السلام از اسماء حسنای الله سبحانه و تعالی. اول، هو ذو السلامة من كل عیب و نقص فی ذاته و صفاته و افعاله و احکامه. اول وقتی که ما و شما میخوانیم کلمه سلام، یعنی اسم سلام دلالت میکنه به ای که الله سبحانه و تعالی صاحب سلامتی هست، یعنی سلامت است از چی؟ از هر عیب و نقصان در ذات، صفات، افعال، احکامش. متوجه هستین؟ اول ایده بفهمیم. یعنی السلام چی معنی؟ یعنی ذاتی که از تمام عیبها و نقصانها پاک و منزه است. ذاتش پاک است، صفاتش پاک است، افعالش پاک است و احکامش پاک و منزه است، هیچ عیبی نداره. السلام هست. دوم، و ذو السلامة من الشبه و المثل. دوم عقیده داشته باشیم که السلام یعنی الله سبحانه و تعالی ذاتی هست که از شبه و مثل یعنی مشابه و کسی مثل از او باشه، از الله سلامت است. یعنی چیز مخلوق العیاذ بالله مشابه با الله نیست. او ذات با عظمت است، ذات ذوالجلال است، ذات کبریا هست، خالق است و دیگران مخلوقات هستند. چطور ممکن است که مخلوق با خالق مشابه باشه یا خالق با مخلوق مشابه باشه؟ این است. پس دو نقطه را فهمیدیم. اول، الله سبحانه و تعالی از تمام عیبها سالم است در ذات و صفات و افعال احکام خود و هیچ کسی مشابهت و هممثلی با الله کرده نمیتونه و نیست در ذاتش و صفاتش و افعالش و احکامش. و سوم چی هست؟ و هو السالم مما یلحق الغیر من آفات. دیگه الله سبحانه و تعالی السالم هست، یعنی ذاتی که سالم هست، سلامت است از تمام او آفاتی که به دیگران ملحق میشه. مثلا من مریض میشم، یک عیب است، یک آفت بر من ترس میه، بر من خوف میه، بر من مریضی میه، بر من مشکلات میه. من مخلوق عاجز و بیچاره هستم. اینال الله سبحانه و تعالی از تمام این آفات و این عیب هایی که بر مخلوقات میه از او سالم و پاک است. این سه نقطه. چهارم، و هو سالم من حاجت الی غیره. یعنی الله سبحانه و تعالی سالم است از احتیاج به دیگران. ما محتاج هستیم. مثلا من احتیاج دارم به آب، من احتیاج دارم به غذا، من احتیاج دارم به مادر، من احتیاج دارم به پدر، من احتیاج دارم به معاون، من احتیاج دارم به سکرتر، من احتیاج دارم به رئیس دفتر، من احتیاج دارم مثلا به خوراک، به همسر، به این چیزا. ما مخلوق هستیم، این کلش حاجت های ماست. لکن الله سبحانه و تعالی که ذات ذوالجلال و الاکرام است، از حاجت به غیر کاملا سالم است. چهار. پنجم، و هو الذی سلم حکمه من الظلم. سبحان الله. انسان ها بعضی اوقات وقتی که حکم میکنن در حکمشان ظلم میباشه، یک کسی را مثلا سرش ظلم میکنن، حکم غلط میکنن. الله سبحانه و تعالی احکامی که فرستاده هست، کلامی که فرستاده هست، قرآنی که فرستاده هست، سنتی که فرستاده هست، در این احکام الله سبحانه و تعالی در حق هیچ کسی ظلم نیست. هر کس
برش اونمو حقش ادا کرده. شاید یک کسی ظاهرا تصورای غلط داشته باشه، لکن عقیده درست اینمی هست که الله سبحانه و تعالی احکامش از ظلم چی هست؟ سالم هست. خب این 5 نقطه شد. ششم، و سلم من عذابه من لا یستحقه. ششمی نقطه، الله سبحانه و تعالی ذاتی هست که سالم است از عذاب از او کسی که مستحقش نیست. کسی که مستحق عذابش نیست او سالم میمانه، و کسی که مستحق عذاب است طبعا عذابش به اساس عدالت الهی میبینه، و اگر الله عفش کرد به اساس رحمت خود عفو میکنه. و هو الکامل الذی یملک السلام. ششم نقطه، الله ذات کامل هست که مالک سلام هست، یعنی برای ما سلامتی، برای ما امنیت، برای ما راحت الله میده. الله سبحانه و تعالی مالک ای سلامتی است، و یحفظ من یشاء، و حفظ میکنه هر کس را که خواسته باشه من کربات دنیا و الاخره، از سختی های دنیا و آخرت. خب پس اینجا ما و شما در اسم السلام الله سبحانه و تعالی 7 نقطه را یاد گرفتیم. اول خب باید این رو بفهمیم که السلام از اسماء الله الحسنا هست، ثابت از قرآن عظیم شان. در کدام آیت، در کدام سوره؟ در سوره حشر ما و شما میبینیم که در سوره حشر در آیت 23 الله سبحانه و تعالی میگه هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الذي، الله ذاتی هست که لا اله نیست هیچ معبود به حقی که ذاتش عبادت شوه و شریعتش اطاعت شوه الا هو، مگر او. الملك القدوس، ملک یعنی مالک متصرف تمامی مخلوقات در دنیا و آخرت است. القدوس و ذات با عظمت است که دارای صفات کمال و از تمامی عیبها خالی هست. السلام، الملك القدوس السلام. پس فهمیدیم که السلام که از اسماء الله الحسنا شد. آلی اسم الله سبحانه و تعالی رو چه قسم گفتیم بشناسیم؟ گفتیم که السلام اول صفتی که الله داره سلام شما نامیده، اول معنای سلام هو سلامتی من کل عیب و نقص، یعنی ذاتی که از تمام عیبها و نقصانها در ذاتش، فی ذاته و صفاته و افعاله و احکامه، در ذات و صفات و افعال و احکامش از تمام عیبها و نقصانها سلامت است. این اول. علامه ابن کثیر رحمه الله در تفسیر خود نوشته میکنه، میگه السلام و ای من جمیع العیوب و النقائص، یعنی ذاتی که سلامت از تمام عیبها و نقصانها، بکماله فی ذاته و صفاته و افعاله، با کمالی که در چی داره؟ در ذات و صفات افعال خود داره. از این خاطر از تمامی عیبها و نقصانها الله سبحانه و تعالی چی هست؟ پاک هست. علامه غزالی رحمه الله چی میگه؟ میگه هو الذی تسلم ذاته عن العیب و صفاته عن النقص و افعاله عن الشر، یعنی الله سبحانه و تعالی ذاتی هست که سالم است، ذاتش از عیب، صفاتش از نقصان و افعالش از شر. میگه این کلش از این چیزها الله پاک است. خب پس فهمیدیم که الله ذاتی هست که صاحب سلامتی است در ذاتش و صفاتش و افعالش و احکامش از تمام نقصان هم. دوم نقطه‌ای که در سلام میفهمیم او چی هست؟ و ذو سلامتی من الشبه و المثل. دوم معنا و مفهوم السلام چی هست؟ یعنی السلام او ذاتی هست که از مشابه و از مماثل، از هم مثل و از شریک و از شبه و مانند از این چیزها پاک و سالم هست، سلامت است از یاد. علامه عبدالعزیز جلیل چی میگه؟ فهو السلام، میگه الله سلامت است من الصاحبتی، از همسر، والولد و از فرزند، و السلام من الکفء و النظیر، و همچنان پاک است از کفء و از نظیر، همتا، هم مثل، و سمیع و کسی با نام از او که او الله هست مثل نام از او نام داشته باشه، و المماثل و یا مثل از او کسی باشه، و السلام من الشریک و سلامت است از شریک. پس این شد
میگه الله سبحانه و تعالی او باز ای عالم علاوه میکنه چی میگه و كذلك ما اضافه الى نفسه من الید والوجه. امی قسم که الله میگه به ذات با عظمت خود ید نسبت داده، دست و وجه و روی، فانه سلام عما يتخيله مشبه او يتقوله معطل. میگه الله سبحانه و تعالی وقتی که دست بر خود نسبت داده یا وجه به خود نسبت داده، الله سلامت است از او خیالاتی که انسانهای مشبهه داره. یک قوم هستن یا یک گروهی هستن اونا مشبهه میگن که اونا امی صفات الله سبحانه و تعالی را با صفات مخلوقات تشبیه میکنن، این را مشبهه میگن. این عالم میگه که الله سبحانه و تعالی از این تشبیهی که مشبهه میکنه، الله چی است؟ الله سالم هست، یعنی الله سبحانه و تعالی پاک است. چه قسم تو ظالم ذات با عظمت ید الله سبحانه و تعالی را که او ذات ذوالجلال است و به جلال و عظمت شایسته است، او را میخوای با دست یک مخلوق عاجز و ضعیف تشبیه بکنی؟ الله سبحانه و تعالی از این پاک هست. همچنان از او اقوالی که معطله میگن، معطله یک تعداد مردم هستن در ذهنشان تشبیه هست. وقتی که الله سبحانه و تعالی ید میگه یا دست میگه یا استوا میگه یا نزول میگه، این صفات را که الله سبحانه و تعالی به خود نسبت میدن، این معطله در ذهنشان فورا مخلوق میگه. انا لله و انا الیه راجعون. وقتی که در ذات الله صحبت میکنی و از قرآن عظیم الشان صحبت میکنی، مخلوق از ذهن دور بکو. پس این عالم میگه الله سبحانه و تعالی همین صفاتی که به خود نسبت داده، این چی هست؟ سلامت است از آن چیزی که امو معطله و کسایی که تشبیه میکنن، باز از این خاطر میگه ولی من این صفت قبول ندارم. نه، من استوا را قبول ندارم. چرا استوا الله بالای عرش بکنه؟ این خب باز به مخلوق. ببین در ذهنش تشبیه هست. وقتی که تشبیه هست، آل از این تشبیه مشکل ذهنی و فکری خود چه قسم فرار بکنه؟ فرارش همی است که این صفت به الله بیخی نسبت نده، معنای از او کاملا حذف بکنه و تعویل بکنه و بگه که ید به این معنا نیست، ید به معنای دست نیست و وجه به معنای روی نیست و نزول به معنای نزول نیست و استوا به معنای استوا نیست. این کلش حذف بکنه و بگه معناهای دیگر میم. چرا؟ به خاطر که در ذهنش تشبیه هست. مشبهه تشبیه خود صراحتا میگه گمراه میشن و این معطله که هستن اینا چی میکنن؟ تعطیل میکنن این صفات، از این خاطر او را تعویل میکنن به معنای دیگه. چرا؟ به خاطر از اینکه یا مشکل ذهنی دارن. اما اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم این مشکل نداشتن. وقتی که از استوا و از نزول و از وجه و از ید بحث میشد، اونا میگفتن که این کلش امو صفات و افعالی است که به ذات ذوالجلال شایسته است. ما او را تشبیه هم نمی کنیم، تمثیل هم مثال هم نمی زنیم، تعطیل هم نمی کنیم و تشبیه هم نمی کنیم. هیچ چیزها را اینا نمی کردن. اصلا سرزمین بحث نمی کردن. چرا میگفتن؟ این خود صفات که از این مربوط الله هست دیگه. وقتی که مربوط الله هست، این چیزهایی که شما مربوط مخلوق میکنین از ذهنتان دور بکنین. وقتی که از الله صحبت میکنی، باید ذهنت کلش درباره الله باشه. وقتی که از مخلوق صحبت میکنی، باید کل ذهنت درباره مخلوق باشه. حالا تو بحث میکنی از صفات ذوالجلال و میری اینجا مخلوق داخل میکنی، خود به خود فکرن برای تو چی پیدا میشه؟ مشکلات اعتقادی و فکری پیدا میشه. از این خاطر وقتی که از امام مالک رحمه الله سوال شد که امام مالک در قسمت امی استوا چی میگی؟ گفت الاستوا معلوم است. معناش معلوم دار از کلگی میفهمن. در زبان عربی وقتی که استوا بگویی، پرسان کو در کتاب ها آمده هست و کلگی کسی که عربی را درست میفهم معنای استوا. ولی کیف و کیفیتی که به الله هست ما مجهول است، نمیفهمیم. چرا؟ ما افعال الله را و صفات الله را نمیتونیم، مربوط غیب است، نمیفهمیم، مجهول است پیش ما نمیفهمیم، فقط تسلیم هستیم. ولی ایمان به واجب، ما ایمان به او داریم به خاطر که در قرآن عظیم الشان آمده است آمنا و سلمنا. و سؤال عنه بدعت، سوال کردن در این مسئله بدعت است. چرا که این کار صحابه نکردن؟
اصحاب رسول الله صلی الله علیه و نکرده. رسول الله صلی الله علیه و سر از این بحث نکرده. بنابراین سوال کردن در این مسائل چی هستن؟ بدعت است. از این خاطر عالم میگه که و كذلك كل ما اضافه الى خواب الى نفسه من اليد والوجه فانه سلام عما يتخيله مشبه او يتقوله معطل. فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما نزه عنه تبارك وتعالى. میگه ببینید که اسم سلام الله چقدر یعنی از الله تمام مشابهت و هم مثلی ده این کلش چی کرده؟ پاک کرده. وقتی که فهمیدی که الله سبحانه و تعالی سالم است یعنی از مشابهت با مخلوق سالم است، ذاتش، افعالش، احکامش، کلش. وهو السالم السوم وهو سالم مما يلحق الغير من آفات. برای دیگران الله سبحانه و تعالی سالم است از هر چیزی که به دیگران از آفت ها میرسه. به دیگر مخلوقات علامه ابن منظور چی میگه؟ وقیل معناه انه سلم مما يلحق الغير من آفات الغير غیر والفناء. مثلا برای دیگران بر ما و شما فنا میرسه، بر ما و شما مرض بر ما و شما مشکلات الله سبحانه و تعالی از تمام از عیب هایی که به مخلوق از الله سبحانه و تعالی سالم هست. چرا؟ السلام هست. و انه الباقی الدائم. الله سبحانه و تعالی باقی هست و دائم است. الذي تفنى الخلق ولا يفنى. ذاتی که مخلوقات خدا چی میکنه؟ فانی میکنه، ولکن خودش چی هسته؟ ذات ذوالجلال هست که فانی نمیشه. سلام است عزیز از این چیزها. خب و علامه سقاف رحمه الله چی میگه؟ میگه السلام فی صفت الله سبحانه و تعالی هو الذی سلم من کل عیب. یعنی میگه وقتی که میخوای صفت السلام الله را بشناسی بفهمی که الله سبحانه و تعالی از هر عیبی که هست از او سالم است. و بریء من کل آفه. و الله سبحانه و تعالی خالی هست و پاک است و دور است از تمام آفت و نقصی که یلحق المخلوقین که به مخلوقات میرسه. یعنی هر نقصی که هر آفتی که بر مخلوقات میرسه الله سبحانه و تعالی از این نقصان ها پاک است. به خاطر از که الله هو السلام، الله ذات السلام هست. خب دیگه عالم به نام غنیمان است چی میگه؟ میگه با اسمه السلام یعنی البراءة والخلاص والنجات من کل عیب و نقص. میگه اسم السلام الله به معنای خالی بودن و خلاص بودن و نجات بودن از تمام عیب ها و نقصان هست. وقتی که الله میگه ذات السلام است از تمام عیب ها و نقصان ها پاک است. فهو السالم من کل عیب و نقصان. متوجه هستین؟ خب عالی میگه که از اینجا چی شد؟ فاذا هو نفی و اثبات. خوب یک قاعده میده. پس میگه الله سبحانه و تعالی اسم السلام دو معنا میده. یک نفی میده یعنی تمام صفات نقصان و عیب و آفاتی که مخلوقات دارن از این الله سبحانه و تعالی را پاک میگن. و اثبات چی میکنه؟ و در اینجا اثبات تمام صفات کمال به الله هست. میگه فیه سلب و ایجاب. در او معنای سلبی و ایجابی هست. یعنی سلب چی معنای؟ به معنای نفی است و ایجاب به معنای اثبات است. یعنی چی معنی؟ یعنی در صفت السلام الله دو معنای بسیار قوی نهفته است. ببین علما چقدر بزرگوار هستن و چه خوب امو یک کلمه یک اسم الله سبحانه و تعالی را تشریح میکنه که ما و شما معنایش دقیق بفهمیم. این عالم بزرگوار میگه وقتی که السلام میگه من میخوانم میفهمم چه قسم میفهمم؟ یعنی این قسم میفهمم که ذاتی که از تمام عیب هایی که مخلوقات دارن، از تمام عیب ها و نقصان هایی که در ذهن انسان خطور میکنه، از تمام از این عیب ها چی است؟ از این تمام عیب ها پاک است. پس اینجا سلب شد، نفی شد تمام عیب ها از الله. در مقابلش امی اسم السلام دلالت میکنه که الله سبحانه و تعالی دارای تمام صفات کمال هست. یعنی ای ایجابی شد. پس اینجا سلبش نفی عیب ها و ایجابش اثبات صفت کمال به الله سبحانه و تعالی. ماشاءالله رحمه الله. بسیار خوبش
این اسم السلام تشریح کرده. دیگه علامه عبدالعزیز جلیل ای چی میگه؟ میگه انه الحی، میگه الله زنده حقیقی هست که سلمت حیاته من الموت، که صفت حیاتش سالم است از مرگ و سن و از مقدمات خواب و نوم و از خواب و تغییر و از تغییر و القادر الذی، القادر او ذات قادر قدرتمند است که سلمت قدرته من اللغوب و تعب و الاعیاء و العجز اما یرید، که الله سبحانه و تعالی او ذات قادر هست که قدرتش سالم است از تمام خستگی و از تمام مثلا پریشانی و عاجزی، از آنچه که از تمام از قدرتش پاک هست. العلیم الذی سلم علمه، سبحان الله سبحان الله. یعنی این قسم برای ما میگه که اگر میگیم الحیا، با این معنا باید بفهمیم که حیات الله سالم است از مرگ. وقتی که میگیم که الله سبحانه و تعالی قادر است، یعنی قدرت الله سالم است از عاجزی و از خستگی و از این مسائل. وقتی که میگیم الله العلیم است، یعنی سلم علمه ان یعزب عنه مثقال ذره، یعنی وقتی که میگیم الله عالم است، یعنی به این معنا که الله سبحانه و تعالی علمش سالم است از اینکه حتی یک مثقال ذره، یک چیز بسیار کوچک از او چی بانه، از او از الله پنهان بانه، او یغیب عنه یا از او غایب بانه، کدام معلومی از معلومات. و کذالک سایر صفاتی علی هذا، میگه تمام صفات الله اینمی قسم است. وقتی که هر صفت میخوانی در مقابلش صفت السلام امرایش یک جای کن. الرحمن السلام، الرحمن ذاتی هست که رحمتش نعمتهایش سلامت است از عیبها، متوجه هستین؟ الغفور ذاتی که مغفرتش بخششش سلامت است از او چیز، از او افکاری که مربوط مخلوق میشه، یعنی کل صفات الله از عیبها پاک منزه می باشد. سبحان الله، علما چقدر زیبا تشریح میکنن. خب پس فهمیدیم میره چهارمی نقطه، میگه و هو سالم من حاجت الی غیره. اینه میگه متوجه باشین که الله السلام، از معنای السلام چه قسم بفهمی؟ یعنی ذاتی که سالم هست، سلامت است از احتیاج به دیگران. شیخ عبدالعزیز جلیل چی میگه؟ میگه واستواه و علوه علی عرشه، میگه به این قسم عقیده را بفهمین. وقتی که آمدی فهمیدی که الله سبحانه و تعالی بر عرش استوا کرد و بالای عرش هست و علو هست و معنای بلندی الله هست، اینجا باید بفهمی که اینمی استوا و علویش بالای عرش است. میگه این سلامت است از چی؟ از ان یکون محتاجا الی ما یحمله، که محتاج باشه به چیزی که الله را حمل میکنه. یعنی الله سبحانه و تعالی به عرش محتاج نیست، ضرورت نداره. الا ما یحمله او یستوی علیه، الله سبحانه و تعالی به چیز نیاز نداره که را حمل بکنه و یا بالای از او استوا بکنه. به عرش و به یک چیزا الله سبحانه و تعالی محتاج نیست. اینو کوشش بکنین که با مخلوق تشبیه نکنین. اینمی مشکل است از بسیاری مردمایی که مثلا در ذهنشان تشبیه هست، وقتی که یک صفت الله را میخوانن فورا در جریان صفت الله در ذهن خود، در فکر خود مخلوق را میاره. نه برادر محترم، برادر عزیز، وقتی که صفات الله را و افعال الله را میخوانی باید بفهمی که الله السلام هست. یعنی چی معنی؟ یعنی او ذاتی که استوا میکنه سلامت است از احتیاج، سلامت است از مشابهت مخلوق، سلامت است از عیب‌هایی که مخلوقات دارن. پس چرا در ذهن تو این تشبیهات متوجه هستین؟ پس این عالم میگه بله العرش محتاج الیه، عرش محتاج است برای الله، و حملته و کسایی که و ملائکه‌ای که عرش حمل میکنن و محتاجون الیه، احتیاج دارن به الله. فهو الغنی عن الحرش و عن حملته و عن کل ما سوا. یعنی میگه الله سبحانه و تعالی الغنی هست، ذات بی‌نیاز هست، غنی هست از عرش، از حمله عرش، از کل چیزی که ماسوای از اینا هست. فهو استواء و علو لا یشوبه حصر. این استوایی که
در او آیت آمده، میگه در او حصر نمیه که ما او را العیاذ بالله منحصر بسازیم در یک جای و یا محتاج ولا حاجت به لا عرش ولا غیره، که در او فکر شود که به او احتیاج به عرش داره یا غیرش داره، ولا احاطه شیء و یا به این چیز باشه که احاطه کرده به الله سبحانه و تعالی. یعنی معنایش است که وقتی ما و شما یک صفت الله سبحانه و تعالی را میخوانیم، باید بفهمیم که وقتی که استوا را بحث میکنیم باید بفهمیم که این استوای ذاتی هست که کبریا هست، ذاتی هست که دارای جلال است، ذاتی هست که دارای عظمت است، ذاتی هست که غنی است از این العالمین، از تمام مخلوقات، از عرش و از فرش و از ملائکه و از کل چیزها، از اینا الله سبحانه و تعالی غنی هست. ذاتی هست که السلام، از سالم هست از احتیاج، از محتاج بودن به چیز، و همچنان بفهمیم که این ذاتی هست که سالم است از تمام عیب ها و نقصان ها. به این شکل اگر ما و شما یک صفت الله را میفهمیم، باز هیچ وقت در ذهن ما کدام مشابهت نمیاد. چرا؟ الله سبحانه و تعالی سالم است از مشابهت مخلوقات. این مخلوق است که محتاج است، این مخلوق است که ضرورت داره، این مخلوق است که احتوا میشه، این مخلوق است که به او یک چیز محیط میشه. الله سبحانه و تعالی که هست هیچ چیزی به او محیط شده نمیتونه. هیچ الله سبحانه و تعالی به چیزی احتیاج نداره. السلام هست. به این خاطر وقتی که اسم السلام الله را درست فهمیدی، عقیده بسیار قوی و خوبه در قسمت ذات الله سبحانه و تعالی می داشته باشیم. پنجمین نقطه‌ای که در السلام میفهمیم، یعنی السلام وقتی که در قرآن میخوانیم که الله السلام است، یعنی هو الذی سلم حکمه من الظلم. الله سبحانه و تعالی احکامی را که در قرآن عظیم الشان گفته است، این تمام احکامش از ظلم سالم هست، از ظلم خالص. ان الله لا یظلم مثقال ذره. سبحان الله. در سوره النساء آیت 40 شما باز بکنین، در سوره نساء آیت 40. در آیت 40 الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ میگه که ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تکو حسنه یضاعفها. سبحان الله. یعنی الله را این قسم بشناسیم که الله سبحانه و تعالی یقین داشته باشین که الله لا یظلم مثقال ذره، به اندازه یک مثقال ذره، یعنی اگر عالم و شما بگوییم یعنی به اندازه یک چیزی که بسیار کوچک، یعنی یک مخلوق، یک حجروی که ما نیاز داریم برای دیدنش که توسط میکروسکوپ او را ببینیم. یعنی اونمو مخلوق یک حجروی یک کوچکه که توسط میکروسکوپ دیده میشه، به اینمی اندازه هم الله سبحانه و تعالی بالای کسی ظلم نمیکنه. سبحان الله. و در احکامش ظلم نیست. و این تکو حسنه، ببینین اگر یک نفر یک حسنه میکنه، الله سبحانه و تعالی یضاعفها، ایره چند میسازه. چه خوش خبری، چه ذات با عظمت است که قرآن هم میخونی چه انسان خوشحال میشه. یک عمل نیک میکنی، از 10 چند تا 700 چند الله برای این عمل را زیاد میسازه. چه ذات مهربان هست. ظلم خود نیست که یک کسی مثلا یک گناه کرده باشه و ملائکه الله، ملائکه معصوم سر ما و شما مقرر کرده. معصوم شما که هیچ غلطی، هیچ ظلم، هیچ اشتباه، هیچ چیز نمیکنه. پس الله سبحانه و تعالی مثل دی ساران والای انسانی واره نیست که مثلا تو هیچ گناهی نکردی، بیا یک دفعه بعد دوسیه را آواز میکنه که تو این گناه را کردی، تو این گناه را کردی، تو این گناه را کردی. انا لله و انا الیه راجعون. از الله بترسی. تو چی میگی؟ ما در خواب میگه پارا نیدی. نه تو این گناه را کردی، تو این گناه را کردی. اینا الله سبحانه و تعالی ملائکش معصوم هستند. ملائکه معصوم هستند که اونا مطابق حکم الله سبحانه و تعالی بالاشان حکم میشه. الله برشان چه قسم حکم کرده که شما نوشته بکنین و الله سبحانه و تعالی به اندازه یک مثقال ذره سر که ظلم نمیکنه و اگر یک نفر عمل نیک میکنه یضاعفها، او را چند میسازه، از 10 چند الی 700 چند. و یؤتی من لدنه اجرا عظیما. سبحان الله. و میدهد از جانب خود اجر بسیار زیاد. سبحان الله. سبحان الله. خب پس فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی ذاتی هست که سالم از حکمش از ظلم. ششم
و سلم من عذابه من لا یستحق. یعنی کسی که مستحق عذابش نمیباشه او را الله سالم نگاه میکنه. از این خاطر سلام قولا من رب الرحیم. از اینجا در روز قیامت الله سبحانه و تعالی برای مسلمان ها چی میگن؟ سلام قولا من رب الرحیم. سوره یاسین آیت 58. شما در سوره یاسین آیت 58 ببینین. سبحان الله، الله سبحانه و تعالی چه ذات با عظمتی هست که چی میگه؟ میگه سلام قولا من رب الرحیم. سلامتی هست قول از جانب کی؟ از جانب رب که او بسیار رحیم و مهربان هست. سلام قولا من رب الرحیم. لکن یک نکته دیگر رو ببینید که بسیار خطرناک است. او چی هست؟ و امتاز الیوم ایها المجرمون. امروز جدا شوین از صف مسلمان ها ای مجرما. اینجا باز یک خطر بسیار خطرناک است برای کسایی که اونها مجرم هستند. برای از مجرمین چی میگه؟ که شما از صف مسلمان ها جدا شوین. و امتاز الیوم ایها المجرمون علم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. پس اینجا ما شما فهمیدیم که در آیت 58 سوره یاسین، خوب امی آیت دقیق پیدا بکنین. در سوره آیت سلام قولا ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. آیت 55 الله سبحانه وتعالى چه میگه؟ فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. یعنی در این روز آخرت که از چی هسته؟ میگه ظلم نمیشه نفس، هیچ نفس، شیئا ولا تجزون و جزا داده نمیشن الا ما کنتم تعملون. یعنی پاداش و جزایتان مطابق عمل خودتان است. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحیم. و انسان های مؤمن و جنتی سلام فرستاده میشه. این سلام کی میگه؟ رب الرحیم. سبحان الله. یعنی رب با عظمت و با جلال، رب مهربان سلام میته. لکن باز چی میگه؟ و امتاز الیوم ایها المجرمون. ای منافق، ای مرتد، ای مشرک، ای بیدین، ای کافر، ای کسی که تو با الله شرک آوردی، در ذات شرک آوردی، در صفاتش، در عبادتش، اینا رو میگه شما جدا شوین. مشرکین دور میشن، منافقین کشیده میشن از صف مسلمان ها، مرتدها کشیده میشن، کافرها خب پیش از پیش کشیده شدن. اینجا بعضی کسایی که در صف مسلمان ها خود داخل کردن اینا هم کشیده میشن. چرا برای اینا کشیده میشن؟ علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان. بر شما گفته نشده بود که شما اطاعت و عبادت شیطان نکنید، انه لکم عدو مبین، و دشمن آشکارتان هست. خب دوستان عزیز، پس سلام از ذاتی هست که از چیزش علامه زجاج رحمه الله چی میگه؟ میگه السلام هو الذی سلم من عذابه من لا یستحقه. که سالم مانده از عذابش کسی که مستحق نیست. پس اینال هفتمی درجهش چی میگه؟ میگه بنا ان السلام چی شد؟ وقتی که هیچ عیبی نداره، هیچ نقصانی نداره و هیچ احتیاج نداره، پس میگه فهو الکامل الذی یملک السلام. پس او ذاتی هست که کامل هست. یعنی السلام تمام عیب ها را از الله نفی کرد و اثبات کرد چی را؟ صفت کمال به الله سبحانه و تعالی. پس السلام به معنای ذات کاملی که خالی از عیب ها و دارای تمام صفات کمال است. یملک السلام، مالک سلام است. و یحفظ من یشاء من کربات الدنیا و الاخره. و هر کسی که خواسته باشه از چی هستن؟ از تمام سختی های دنیا و آخرت را نجات میده. و علامه سعدی رحمه الله در تفسیر خود چی میگه؟ میگه لأن النقص اذا انتفى. وقتی که گفتی که السلام نقصان ها را از الله منفی کردی، ثبت الکمال کله، تمام کمال به الله سبحانه و تعالی ثابت شد. و السلام علیکم و رحمت الله.